من در مکتب میخونم و ما با یک چند همصنفمون خب مسلمانیم، هم مسلمانیم. معلم ما را با دیگران نمونه نشون داده، به داملاتون رحمت میگوید. گفت در پیش هم هستیم. از طرف ما و مادرم به شما تشکر. البته که خداوند جل جلاله توفیق برادرها را زیاد کند، از علم لدنی خدا نصیبشون بگرداند و او معلم هم خداوند عمری درازی با برکاتش عطا کند که قدر مهنت الله ما را میدونست. این بسیار کمی ده. یکم بار ما خیلی میخونیم که معلم طرفداری کرده است که داملا سخن خوب میگه و تربیت میکنه، دیگر نمیکنن، دیگر بطورن حکمای کردگی ما را با دروج بیکار میکنن. دیگر گفته است السلام علیکم داملای مهربان، خداوند علمت رو زیاد گرداند. ما میخوایم که و سوالهای من مختصر جواب. دین چیست؟ دین رسول اکرم در حدیث سوال کردن گفت الدین و النصیحه. دین نصیحت کردن است. دین نصیحت است. نصیحت چی است؟ خیرخواهی. همین دین خودش خیرخواهی است. در همون دینهای پیشینه هم نصارا و یهود و کاتولیکا و دیگر دینهای پیشینه عثمانی هم همونها هم تربیه آدم بود. همون در زمان خودشون دینهای برحق بودن. در همون دینهای پیشینه هم زنا حرام بود، عرق خوردن حرام بود، گوشت خوردن حرام بود، دلازاری حرام، در همون هم حرام بود. همین فقط بعدا همون کتابا منسوخ بیکار شد به خاطر که همین حکم ها را از کتابا خودشون برداشتن. حکم عرق برداشتن، حکم خوب برداشتن، حکم زنا را برداشتن، کتابشون مخصوص، دینشون مخصوص شد برفت. دیگر نصیحتش نموند. دیگر گفته است چقدر دین هست، خواه اسلام باشد خواه غیر اسلام، همش یک نقطه دارد. البته همش نقطه دارن، اما بغیر اسلام همش باطل شدگی هست، همش بیکار. غیر اسلام همه دین باطل است، خطا. هر کدام یوره که ما پرستراک کنیم بکنیم در روی کمبودی است، از خانهای بیمعنی نادانی است. یا که مثلا دیگر جاهایی هست که علم ترقیات تکنیکش به کیم کجا و کیهان رسیدگی است، خدا توفیقش نداده یک هیکل متر شام رو خدا گفته سجده میکنه. تکنیک و علمش به هم اجور رسیدگی است، بد پرستش میکنن. این بو بیعقل، از یک طرف به عقل، از دیگر طرف میبینیش قد حیوان هم عقل نداره. دیگر معلمی در دانشگاه شهر کلو میگوید که نماز رو سراسیمه در مسجد میخونی، در خانه به حضور بخون بهتر است. خب سراسیمه نخون، در مسجد به حضور دل بخون بهتره. اما این مسئله که در خانه بخونی بهتر است، او معلم خطا کردگی است که پیغمبر خدا در حدیث میگه تارک الجماعت ملعون فی التورات والانجیل والزبور والفرقان. ترک کننده جماعت، کسی که جماعت مسلمانان را ترک میکنه نمیدن، این لعنت کرده است در تورات، انجیل، زبور و قرآن. ترک کننده جماعت سوال کردن عبدالله ابن عباس که یک آدم سوالش کرد که یک کس شب بر نماز بگذرونه، روز بر روزه بگذرونه، اما در جمعه و جماعت حاضر نشه، حالی او چی است؟ هو فی النار، او جاش دوزخ است. با پیغام سوال کرد هو فی النار. 2 ماه هر سحر می اومد، 2 ماه 60 روز سوالش کرد، 60 روز جواب یک داد، هو فی النار، هو فی النار، او جاش دوزخ. برای ترک جماعت کردن درست نیست. خب او نفهمیده این مسئله را.